الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه به داستانی دیگه یا به سیمایی دیگه از سیمای صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. شاگردی دیگر از شاگردان رسول خدا، بانوی دیگر از بانوان عهد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و به عبارتی ام المؤمنینی از امهات المؤمنین، از همسران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ولی ایشون کسی نیست جز ام المؤمنین حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنهما. کسی است که در روایت میاد، حالا من براتون نقل میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه در مورد ازدواج ایشون، میگه حفصه با کسی بهتر از عثمان ازدواج خواهد کرد و عثمان هم با کسی بهتر از حفصه. خب ببینیم داستان چیه. کسی که جبرئیل در مورد ایشون به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه این زنی هست که بسیار روزه میگیره، بسیار قیام شب میداره، نماز شب میخونه و این همسر تو در بهشت خواهد بود. خب این بانوی بزرگوار، این ام المؤمنین حفصه دختر امیر مؤمنان عمر خطاب رضی الله عنه هست، مهمان امروز ما و بانوی بزرگواری که ما میخوایم در مورد ایشون در این جلسه و جلسات آینده صحبت بکنیم. زمانی که قریش کعبه رو تجدید بنا کرد قبل از بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، 5 سال قبل از بعثت، زمانی که پیامبر 35 ساله هست که پیامبر رو اونجا حکم قرار میدن. حالا داستانی داره که چگونه است که در هر صورت که پیامبر اونجا اختلافی بوده که چه کسی اون حجر الاسود بذاره در اون بنا، این گونه میشه که خب پیامبر میاد و بالاخره به قرار بوده اون فردی که میاد اول اون فرد این حل منازعه بکنه که پیامبر میاد و پیامبر بالاخره اون ماجرا رو حل میکنه و بحث گذاشتن حجر الاسود رو ایشون انجام میده. در هر صورت در همون سال حفصه به دنیا میاد، دختر حضرت عمر در مکه، و خب طبیعیه که در خانواده‌ای که داره اصل و نسب هست، داره اصالت هست، داره توان مالی هست و شرایط خاصی که دیگه ما نمیخواد، ما دیگه الان جایگاهش نیست که باید بیان بشینیم از عمر رضی الله عنه صحبت میکنیم، از فضایل ایشون و اینکه ایشون چه شخصیتی هستند. ایشون دومین وزیر کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستن و جزو بازوان رسول خدا هستن، به عبارتی میگن چراغ اهل بهشت هست. و موارد فراوانی که در مورد حضرت عمر هست که میگن ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما میگه که اذا شئتم ان یطیب المجلس، اگر میخواهید که مجالس شما معطر بشه، مجالس شما پاک و منور بشه، مجالس شما نیکو بشه، فعلیکم به ذکر عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، بر شماست که داستانها و سیرت عمر رو در اون مجالس خودتون یادآوری بکنید. به راستی هم همین چنین هست. ما هم الان بعد از 1400 سال وقتی که اون عمر رو میبینیم، عمر زاهد، عمر به عنوان فرمانروا، عمر عادل، تعجب میکنیم و لذت بخش هست واقعا اون خاطرات و لحظاتی که به ذهن ما میاد. خب مادر ایشون که مادر حفصه زینب بنت مظعون ابن حبیب هست. خواهر ایشون که خواهر یعنی در واقع حفصه خواهر صحابی بزرگوار هست که عثمان ابن مظعون هست. ببخشید من اشتباه کردم، زینب بنت مظعون مادر ایشونه، زینب بنت مظعون مادرشه که زینب بنت مظعون در واقع خودش خواهر صحابی بزرگوار عثمان ابن مظعون هست. یعنی عثمان ابن مظعون دایی حفصه میشه، همینجور دایی حضرت عمر میشه و خب این خودش که از بزرگان قریش و از مسلمانان صدر اسلام به حساب میاد و از اولیای متقین و پرهیزگاریه که در اون عصر هست، کسانی که تونستش، یعنی عثمان ابن مظعون با شهادت خودش، با مرگ خودش در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این افتخار رو پیدا کنه که پیامبر بر اون نماز بخونه و اولین کسی است که در بقیع دفن شده از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب این دایی حفصه هست. برادر ایشون کیه؟ خب حفصه عبدالله ابن عمر هست. خب عبدالله ابن عمر که دیگه برای همه روشن هست در تقوا و صلاحیت که دارای چه شخصیتی هست که در مورد ایشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه نعم الرجل عبدالله، خیلی آدم خوبی عبدالله، واقعا انسان نیکه. ولو کان یصلی باللیل،
من اللیل، ای کاش که شبها رو فقط نماز میخوند، نماز تهجد رو میخوند. میگه وقتی که عبدالله بن عمر اینو شنید، فکان بعد لا ینام من اللیل، بعد از اینکه این خبر رو شنید دیگه شبها رو نمیخوابید الا القلیل، مگر اندکی. یعنی ببینید شخصیت عبدالله بن عمر و رسول خدا صلی الله علیه و سلم شاگردان خودش چگونه پرورش میده. میگه عبدالله چه شخصیت خوبی عبدالله بن عمر، اما ای کاش که نمازهای شب رو میخوند. میگه بعد از اون دیگه شبها رو نمیخوابید مگر اندکی و به عبادت میگذروند. و این هم نشانه تقوایی بود که نصیب ایشون شد و خداوند همه ما رو توفیق بده بتونیم ضعف‌های خودمون رو به قوت تبدیل بکنیم. خب عموی حفصه کیه؟ زید بن خطاب. این هم از شهدای صدر اسلام، جز مجاهدان با تقواییه که هر کدوم در جای خودش ارزشمنده، که حضرت عمر در مورد زید بن خطاب میگه اسلم قبلی، زید قبل از من مسلمان شد و استشهد قبلی، و قبل از من هم به شهادت رسید. فضیلتی که در مورد زید بن خطاب داشتیم که در اون جنگی که با اون مسیلمه کذاب رخ داده، و حتی حضرت عمر همیشه میگفت ما حبت الصبا الا و انا اجد ریح زید، این باد صبا نمیوزه هر صبح که من به مشامم میخوره مگر بوی زید رو من حس بکنم. اون محبتی که بالاخره بین زید و بین عمر برادرها هست. عمه ایشون که عمه حفصه عمهش خب فاطمه بنت خطاب هست. این هم یکی از سابقین اولین در اسلام هست، به عبارتی از سابقات اولان در اسلام هست، سابقات هست که در اسلام رو پذیرفته به همراه شوهرش که سعید ابن زید، که اینها سعید ابن زید جزو همون 10 نفریه که پیامبر بشارت به بهشت داده. خب من خواستم فقط همین نمونه ها رو بگم، این فضایل رو ببینید که چه یکی از یکی برتر خداوند نصیب ام المؤمنین حفصه میکنه. یعنی ایشون در یک چنین خانواده ایه، هر کدوم یکی از یکی بهتر و یکی از یکی برتر. خب طبیعیه که زمانی هم که نور اسلام در مکه واقعا تلألؤ پیدا کرد و شکل پیدا کرد، پدر ایشون که حضرت عمر باشه چون سابقین اولینه در واقع نسبت به اسلام و نور ایمان رو تونست ایشون بالاخره در درون خودش بپذیره و با شهامت تمام اسلام رو آشکار بکنه و جزو ستونهایی باشه که برای حمایت از مسلمانان بوده و این برکتی بود که خداوند با شهادت حضرت عمر به اسلام نصیب مسلمانان کرد. خب حفصه هم توی همچنین خونه‌ای بزرگ شده، نزد همچنین پدری این بالاخره محبت و آثار ایمان رو فهمیده، علم و ادب و دانش رو تا به این مرحله و تکامل رسیده، تا جایی که حفصه هم جزو محدود زنان مسلمانی بود که در اصلا زنان عصر خودشه که فصاحت کلام و فصاحت علم و دانش و ادب رو در بین زنان قریش داره و ایشون این علم و دانش و کتابت رو از شفا بنت عبدالله قریشی آموزش گرفته بود و استاد ایشون این بود. و خب زمانی هم که حفصه بالاخره به سن و سال کاملی رسید و برای ازدواج و زنی بود که آماده ازدواج بود، این با شخصی به نام خنیس ابن حذافه، برادر عبدالله ابن حذافه سهمی. نگاه این داستان‌های یاران رسول الله صلی الله علیه و آله داشته باشید، این حلقات و فاضل‌ها رو کنار هم می‌ذارید، زیبایی این داستان‌ها رو می‌فهمید. خب حفصه با کی ازدواج میکنه؟ با خنیس ابن حذافه که این هم از شخصیت‌های رد اول اسلام هست، برادر عبدالله ابن حذافه است و در واقع ایشون هم جزو سابقین اولینی که در میدان اسلام هست و قبل از اینکه حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به دارالارقم بره، این خنیس مسلمان شده بود توسط ابوبکر صدیق رضی الله عنه. اما این بانوی بزرگوار حفصه جزو بانوان مهاجر هست، جزو بانوان صبور در مسیر دین هست. زمانی که اذیت آزار قریشیان بر مسلمانان در مکه زیاد شد، خب خنیس هم جزو کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بهش اجازه داد که هجرت بکنه به حبشه. طبیعیه که در این مسیر هجرت همسرش حفصه هم باهاش همراه بود و اینها بالاخره رفتن اونجا در منزل رفاعه ابن عبدالمنذر جا گرفتن. ببخشید اینها
به حبشه رفتن، بعد از که از حبشه دوباره برگشتن، این بود که دوباره پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داد یا زمان فراهم شد برای هجرت به مدینه و حفصه با خنیس مهاجرت کردن به مدینه و در مدینه شخصیتی به نام رفاعه ابن عبدالمنذر در خونه خودش اینها رو جا داد، همون گونه که سایر انصار مهاجرین رو در خونه های خودشون جا دادن. و رسول خدا صلی الله علیه و آله بین خنیس، دقیق بین خنیس و ابی عبس ابن جبر و اینا چیکار کرد؟ بینشون پیمان برادری برقرار کرد. پس در واقع خنیس از دو هجرت بهره مند شد، هجرت حبشه و هجرت در مدینه. همچنین حفصه همسر ایشون. خب زمانی که بالاخره غزوه بدر اتفاق افتاد، اون بدر بزرگ، خنیس هم در اون غزوه بدر مشارکت داشت، در حالی که از قبیله ایشون کسی دیگه در اون جنگ بدر شرکت نداشت از قبیله خنیس و ایشون جز قهرمانان مجاهدی بود که در اونجا برای این که برای اعلای کلمت الله، برای دفاع دین خدا و شرف و وجدان و بندگی در برابر الله، در برابر شرک و خرافات با تمام وجود مقابله کرد و خب زخم‌های زیادی هم او در اون جنگ ایشون بدنش برداشت. اما با وجودی که مجروح شده بود و زخم‌های زیادی در کارزار جنگ بر بدنش فرود اومده بود، اما همچنان به پیکار و مبارزه و جهاد ادامه داد تا اینکه بالاخره مسلمانان پیروز شدن در جنگ بدر. و زمانی که خب مسلمانان به مدینه برگشتن، خنیس به خاطر جراحت‌های متعددی که در غزوه بدر برداشته بود، بالاخره ایشون چیکار شد؟ از دنیا رفت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم خنیس رو چیکار کرد؟ در کنار قبر عثمان ابن مظعون چیکار کرد؟ دفن کرد. که خداوند از همه اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم راضی باشه. تا همینجا داستان رو داشته باشید، ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد. خدایا رو نگهدارتون.